سایریه 10 روز است با اهل خانواده در بیرون زندگی می کند و آن را خیرمن جای می گوید. سیل 16 می در دهه سرخاب خانه او را ولنگار کرده است. یگون جای آبادی نیست که سر ما پناه کنم. اقلا چیز چرا ممونم. باور میکنی؟ او میگوید با وجود 10 روز گذشتن از حادثه هنوز با خیریه های مردم روزگار را پیش میبرند. tak سالم خدیدم چه در خوب میشم یک کار شوه جواب شوه بتنیدم دیگه جا نیست نمیشه و خیرمند خوب کردم. سیل در دهه سرخاب ناحیه فرخار به تقریبا 50 خانه استقامتی ضرر رساند. پیامدهای این سیل را به گفته ساکنان آنها تا امروز به تنهایی کوشش دارند که برطرف سازند، اما نیرویشان نمی رسد و به کمک نیاز دارند. همه اینا ویران شدگی نه فرزندو مکتب رفته نمیتونن. همین سوخوز نیم زیادش ویران شدگی. از خانه ایدیگل همین ویرانه مانده است که برای زندگی خطرناک است. این وضع زندگی به سلامت او و فرزندانش اثر کرده است. ایروز همین خیلی شده خودم کسلم داولین بلند میشه و دکم کسلای دیزینتری شدن همه. به شهادت ساکنان نماینده های دولت از آغاز این حادثه فقط می آیند و می آموزند و می روند. حالا دیگر مردم با فاجعه خود روبرو حیران مانده است. مودا سر کنن کورا سر کنن هر سال نالوگ میگرفتن سوید میگرفتن التماس سر کنن کورا دا ما در میدان موندیم. فقط گروه از صاحبکاران با تشبث خود برای مردم کمک می رسانند. مقامات گفتند که هنوز حجم ضرر را مشخص نکردند. هنگام تهیه این گزارش این کمک هم از دولت کویت رسید، از جمعیت خیریوی سلام. ساکنان میپرسند که کمک از دولت خودشان کی می رسیده باشد.